سلام بچه، ما بالاخره تونستیم مجتبی رو بیاریم و کاستوم اینا بریم که کلا بچهای گیلد و اینا رو می‌خواستیم بیاریم کاستوم. من اینکه فقط می‌خواستیم قبلش بتونیم یه کاری کنیم که صدا بقیه بچه‌ها رو بتونیم بیاریم داخل ویدیو. برای همین اومدیم و بازار بدبختی تونستیم این حرکت رو انجام بدیم و اینکه یا یه روز دیگه یا 2 روز دیگه یا 3 روز دیگه بعد از آپلود این ویدیو، یا یه روز یا 2 روز یا 3 روز دیگه بعد از آپلود ویدیو، به اونجا 1 روز یا 2 روز دیگه بعد از آپلود این ویدیو یه دونه کاستوم دیگه با یکی دیگه بچه‌ها میریم که اونم چنل یوتیوب داره و اینا. و اینکه الان برام حرفای مجتبی رو بشنویم، بعدش بریم کاستوم رو با هم دیگه انجام بدیم و بریم کاستوم پلی بدیم. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به اولین ویدیوی من و پارسا و اولین کاستوم من و پارسا و امیدوارم که خوشتون بیاد دیگه. خب بچه‌ها، حرفای مجتبی رو هم شنیدیم، بریم که با هم دیگه به کاستوممون برسیم. بچه‌ها به دلیل نقص فنی الان ما گان نتونستم بگیرم، بات انتخاب کردم، تامسون گرفت. حالا خدا رو شکر تامسون گرفت، دیگه نگرفتیم نشه با تامسون. هم من تامسون پلیر نیستم ولی بد نیست میتونم باشه بزنم. فقط بچه‌ها به خاطر یه چیز مشکل دارم الان، هم کیفیت بازی پایین اومده، همین که صدا مشابه میذاره بد شده بود اونجا به خاطر همون نقص فنیه بود. من این صدای کیفیت بازی هم ممکنه کنم تا یه 5-6 دقیقه اول یه ذره بد باشه، بعدش درست میشه. همون نقص فنی تحمیله بودم سریع رفتم درست کنم. این 5-6 دقیقه شد، مثلا کنم 3 راند رفتیم بعدش 3-4 راند رفتیم بعدش فهمیدم که اینجوری شده. حالا داخل کاستوم بعضی جانا من حرف میزنم، بعضی جانا حرف نمیزنم، همین دیگه. مثلا یه آهنگی در پس زمین و اینا پخش میشه. حاجی اینجا رو از ویدیوهای رنکاب مستر دیده بودم، این یه تیکر از اون نمیگیره. بزنم وایسم از این بزنم چون یخینو ندارم، بر همین ریسکی یو بپرم تو کلش. ای بابا زون به نفع من نیست، مجبورم یه چند دمج بکنم. حاجی کجاست چیه؟ ببینیم بزنیم نت نه جون پر میشه. حاجی یخ نداره، حاجی بات یخ نمیخره دیگه، همین. حاجی اوف با تامسون زدن شدن داشتم من ایران رو بزنم، گفتم ایران رو اصلا رفت، یعنی ایران رو کلن رفت ولی زدم خوبه.
بچه‌ها اینو داخل کامنت بگین خطیر به حساب میاد یا نه. من که فکر نکنم، از اون ور اومدم سری پریدم اینو زدم دیگه. نمیدونم خطیر به حساب میاد یا نه، ولی اگه خط بود داخل کامنت رو بهم بگین ممنون میشم. اگه به دیزرت هم میگم بد میخوره، دیزرت در من میکشید. آجی بریم به دیزرت، میخوام یه دونه دیزرت مشتی بهش فقط بزنم. بریم بزنیم. چرا نمیخوره اصلا؟ من در جنگ ماشین مشتبه برگه قرمتن میره خودش سکون، ولی شطور دیدی نایدی، فقط همین شطور دیدی نایدی. این پوزیشن نمورد حاجی، خودتون دیگه شاهدین دیگه. اگه من حساب میکرد من مثل M10 پیش که زده بود خیلی هم بد زد میدادم. تقصیر من نیست، این نت عالیه برای همین حساب نکرد دیگه. بچه من نقطه هم نقطه امده اینه که من تیم میزنم اکثرا مثلا این دو تا تیر مثلا خدگانه مثلا رادگان و دیزرت و تکرانی دو تا تیر میزنم خشاب وزن میکنم. امده دو تا تیر میزنم خشاب وزن کردنش خیلی طول میکشه. اما من مثلا یه اسکرین ها میخوام مثلا دو خط خشاب وزن کردن داشت دقیق اسم میگم نمید چی بود، و یه اسکرین میخوام یه دو خط خشاب وزن کردن داشته باشه، یه خط ریت داشته باشه. اینجوری من خوب میزنم دیگه. خب خشاب وزن کنم ریلود باید دو خط ریلود یا یه خط ریلود داشته باشه تا بتونم خوب انده بزنم. من ندارم خشاب وزن کنم، انده هم طول میکشن کنن، انده هم که مین اسکینش خیلی آشکاره. بچه این هم هید دیزرت برید کسی که تا اینجای ویدیو اومدن و ویدیو رو لایک کردن.
Medkit for everybody. انتظار نداشت نه بچه ها جونش باور کنین زیر 20 جونش هم در نتی بینه در رفت جونش باور کنین زیر 20 در رفت باشه بریم از اون بر در بیایم بزنیمش ولی جونش زیر 20 بود تو من آورد بیرون با UMP فشار دادم بودش یعنی فکر کنم هلمتش یا پریده یا دیگه سگ دمه بود یه بکم در اومد این هد دیزرت هم بهش کسایی که تا اینجا ویدیو اومدن هم چنل هم سابسکرایب دارن هم لایک کردن Medkit for everybody. این سومین هدیجت هم به عشق کسایی که تا اینجا ویدیو اومدن هم ویدیو رو لایک کردن هم کامنت گذاشتن هم چنل سابسکرایب کردن Medkit for everybody. حاجی شت صدا این 590 دارم این 590 حاجی نه این 5 راند رو شاخش میگه 4 راند رو شاخش مشتبه برنامه میگه حاجی این 590 داره این 590ش خیلی عجیبی خیلی بد میخوره الان من که نمیتونم با این 590 هد بزنم نه به اینکه چیز هوای با این 590 میدن هد میخوره الان من اینجوری بیدارم نیفتی رو ترم نمیزنم خود این 590 این این 590ش خیلی وضع خرابیه یعنی خیلی وضع خرابیه میگم من خطشو بکشم بزنم نگاه کنین M590ش اینجوری میخوره خیلی ستمه M590ش آجی اصلا یادم نبود M590 گذاشت خودش M590 نمیذاشتم یادم نبود اصلا یادم نبود نگاه آجی دبل ویکتور اومد داخل بازی دبل ویکتور من یادم نپافش کنم دبل ویکتور ولی خیلی ستمه اصلا یادم رفت M590 آف کنم درخواستم براش بچه ها نمی کنن M590 آف میکردن دیگه نه آرتا میتونست جلوم در بیاد نه مشتبه آرتا همون دیگه هم بیاد میزنه هماشا ولی باز اون 590 خیلی فشار داده خیلی بد میخوردن ولی چیز بچه اگه میخواین که با آرتا هم بریم کاستومی بریم لایک ها رو به 15 یا 20 تا برسونیم که با آرتا هم کاستومی بریم نه کنین اینجوری این 590ش میخوره یعنی سم خالص M590ش سم خالص این دست رو میخوام فقط یه دونه با دیزرت بزنمش دیگه دیگه هم رو برمیدونه مرز احتیاط ولی با دیزرت یه دونه فقط میزنم و یه دونه با دیزرت میخوام این دست بزنم بدم بزنمش
آجی M590 در مقابل دیزرت کی میبره؟ 100 دیزرت. کس دیزرت فنا داخل کامنت ها فقط 100 دیزرت میزنه M590. بریم ببینیم 100 با دیزرت میزنمش. کم نمیارم این راندو اصلا به هیچ وجه کم نمیارم. دیدین گفتم نه دیدین گفتم با دیزرت میزنمش. دیدین گفتم با دیزرت M590 پر میدم پر دادم. منم با دیزرت M590 پر دادم. Medkit for everybody. آجی اکثرا داخل دور یخ‌ها داخل کاستوما نمیریم. مثلا مگه اینکه بگیم کاستومو کثیف بازی کنیم داخل دور یخ‌ها نمیشون. تا الان دید مثلا یخ نشون. من اینکه حمال بازی داره بالا. بذار من حرفمو تموم کنم. از بالا میخواست بفره داخل دور یخ. بچه این تقابل MP40 کوبرا میگم تقابل UMP لولی در مقابل UMP ببری بود و فهمیدن UMP لولی میبره. مشتاق UMP لولی دارن. نمیدونم اسکرین شات معلوم نیست. باگ خوردن چون همه وسط باگ دانلود دارن. باگ خوردن بتمام زیاد یا مشتاق نمیدونم یه باگ چیزیه. مشتاق UMP لولی شد کنترل لولی داره. اون بر همون داره بد میزنن. من دلولم اسکینش رایگانه که همین دو ماه پیش داد. نمیدونم UMP ببری هم که برای سال 2021 2022 گرفتم. یعنی همچین وضعی ترکیب کنه من اکثرا رایگانه. و اینکه UMP ببری هم قال UMP لولی فهمیدیم که UMP لولی میبره دیگه. و اینکه از قبل هم میتونستیم مثلا امتحان نمی‌کردیم UMP لولی UMP ببری حالا UMP اینکوباتور بود در مقابل UMP لولی حالا یه چیزی. بچه‌ها نکنید تا آخر این دست من میخوام کلا با دیزرت پلی بدم بگیم میتونم بزنم یا نه. میزنم با تا آخر این دستم با دیزرت پلی میدم. یعنی هیچ گان دیگه نمیزنم فقط دیزرت. این دیزرت هم بهش کردن که تا آخر ویدیو با همون همراه بودن. چند لایک سابسکرایب کردن ویدیو رو و اینکه کامنت هم گذاشتن. بریم که حرفای مشتبه رو بشنویم. حاجی تو بگم چه جوری منو زدی؟ نه اینو میخوام بپرسم تو چه جوری منو زدی؟ با دیزرت. بابا با تامسون منو زد. آخه این ناجور آخه خدایا. راستش اون موقعی که با تامسون زدمت یخم نداشتم. بات گرفته بود کانومو. خب بچه من اصلا نمیدونم چه جوری من باختم. اومدم اول گفتم چیزی کردم گندگویی کردم چرت و پرت و اینا گفتم بعد باختم. چون امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد دیگه. اگرم دوست داری پارت دوم این ویدیو هم درست بشه لایک ها رو به بالای 20 تا برسونید یا خود 20 تا برسونید دیگه. کار ندارید فعلا تا پارت بعد. خب بچه اون مشتبه حرفاشو زد. الانم که همون چیز خاصی دیگه من ندارم که بگم. فقط اینکه همون چیزی که مشتبه گفت لایک ها رو همون 15 20 تا برسونید برای پارت بعد اگه میخواین. و اینکه تا ویدیو بعدی خدا نگهدار فقط لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. الان همونطور که اول ویدیو هم فکر کنم گفتم یه روز دیگه یا 2 روز دیگه یکی دیگه بچه‌ها رو میاریم که با اونم کاستوم بریم. حالا واسه تایم ادیتش و تایمی که برای ویدیو گرفتم وقت میذاریم و اینا داره. ممکنه تا 3 روز دیگه هم بشه ولی سعی میکنم تا 1 روز یا 2 روز دیگه
این ویدیو رو درست کنیم. بهتون اونجا تا یه روز دیگه اوکیه. لینک تا ممنون که چنلمو لایک و سابسکرایب کردین. ممنون میشم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.